سلام بچه ها، با من همراه باشید. میخوام برم گلدن مارکت توی دبی ببینیم طلاهای دبی چه شکلیه با نیلو. هلو. بچه ها ما رسیدیم تقریبا. این صندلی ها رو نشون بده طلا. این صندلی ها طلا. چیزه عجیب. یکی از این لباس ها میخوام. لباس نداره اینجا. دیگه زخیم تر از این نبود، وجود نداشت. لباس ها این هست بچه ها، لباس هایی که میشنوید همتون، طلاهای لباسی. چقدر بزرگ، خیلی باید سنگین باشه. اینا کمربنده، درسته؟ کمربند طلا عالیه. آره اینم بد چیزی نیست. خب این لباس که به اندازه قده عالیه. خب اینجا بازار اصلی طلاه، تا اون انتها بازاره. خب رونالدو کریس کفش طلای رونالدو کی اینو الان میخره واقعا؟ این چندین سال اینجاست، من هر میام اینجا میبینم. این چیه؟ چرا عجیبه کی اینو یکی سفارش؟ اوه مای فاکینگ گاد. من اینو بخوام. وای چقدر عجیب. میوه‌ست. خیلی عجیبه. اینو باید دفاع کردن از خودتون استفاده کنید. بچه ها اینجا رو ببینین، قاشق طلا، بعد اینو مثل این سکه های امامی. بچه ها این مغازه توجه منو جلب کرد، گفتم که بیام و ببینم. این الان یک گردنبند بلنده که به عنوان لباس هم ازش استفاده میشه. این لباس اگه پوشیده تره یکم. فهمم. Like this design or no? Yes.
نیلوم اومده ساعتش رو عوض کنه. این ساعت خودش بود، یه ساعت دیگه بخره. And how much you buy this from? 18 karat? همینجوری بسه. خیلی قشنگه. برازندمه. بله. خیلی خوشگله نوزه. So nice. این مجسمه های طلا هست که تو هر سایزی به هم دیگه هدیه میدن. خیلی گشتیم دنبال گوشواره ساده خوشگله و اینا. چیزی که میخواست خیلی خوب با سنگ میخواست که پیدا نکرد. آقا باش نیافته قفلش چجوریه؟ Oh my god. So funny. It's funny. نیمرو خوشگل از رو به رو زشته. حالا ما که اومدیم این منطقه که بیشتر هندیا هستن تصمیم گرفتیم که یه چای هندی هم تست کنیم. چای کرک؟ کرک. Let's go. بچه‌ها من اولین بارمه که این چای هندی رو میخوام تست کنم. ببینیم چجوریه. چیرز. خیلی داغه. زعفرون هست تو، شیر هست، چای هست. دیگه بقیه چیزاشو نمیدونم. همین چای سیاه خودمون. آره. یه کوچیک مزه چیز میده. این ماسالا میده نه؟ نخوردی؟ توش دارچین و این چیزا داره. این انگار توش دارچین داره. من دلم میخواد یه شاورما اینجا رو تست کنیم. بخوریم. احساس میکنم شاورما اگه بخواد شاورما باشه واسه همین منطقه نیست. قبول داری؟ ولی نمیدونم. اینو ببین این که شاورمای توست و اینا عربیک شاورما که شاورمای اصلیه اونه، اون که اول نشون دادی. این آره عربیک شاورما. اونا رو آخه KFC و اینا هم دارن. Can I order more please؟ فقط دلم میخواد این سیب رو ببینید که چقدر برامون سیب زمینی دکتن میتونم بلند کنم. خیلی زیاده سیب زمینی ها من که نمیتونم بخورم. من کلا شاورما دوست دارم. خوش میاد. خوبه. زیاد پر نیست. گبقه اصلا کم نیست. دوست این فلفله رو بخوریم. فلفله کن. خوشمزه هم نیست زمان اینجا بهتر که هم فکر کنم دلی روغنی تهش مونده بود بکن
ما از اینجا تا خونه 1 ساعت و 45 دقیقه راه داریم. بذار بزنم الان برگشت شاید کمتر باشه. داشتیم میمدیم 1 ساعت و 45 دقیقه بود از نایف تا GBR. الان باید کمتر شده باشه برگشت. اون موقع اوه so good. 40 دقیقه عالی شد. 1 ساعت و 10 دقیقه کمتر شد. خوبه. از چایش خوش آمده. مزه چای ماسالا میده و من چای ماسالا خیلی دوست دارم و اینم دقیقا حس همونو بهم میده. چای مساله واسه جای خاصیه؟ یعنی شهر خاصیه؟ نه فکر کنم همین ایرانی باشه اگه درست بگم. دارچین و زنجبیل و این چیزا توش میریزن و مزهش مثل همین میشه. بچه ها ما دیگه داریم میریم سمت خونه. امیدوارم که ولاگمو دوست داشته باشین. دوستتون دارم. بای بای.